Конституции جمهوری تاجیکستان ماده 38 هر شخص حقوق حفظ سلامتی دارد. شخص در دایره مقرر نموده قانون از یاری طبی رایگان در مؤسسه های نگهداری تندرستی دولتی استفاده می نماید. دولت برای سالمگردانی محیط زیست، انکشاف عمومی ورزش، تربیت جسمانی و سیاحی تدبیرها می اندیشد. شکل‌های دیگری یاری طبی را قانون معین می کند.